تا حالا صدای کسی رو شنیدی در حالی که تنها بودی؟ به نظرت وقتی میری داخل آینه نگاه میکنی فکر میکنی فقط خودت تنها توی اون نشون داده میشی؟ یا چیزای دیگه هم هستن؟ خب بهتره که جوابش داخل این داستان بگم، داستانی که اسیرش شدن. لوکاس همیشه عاشق تنهایی بود. آخر هفته ها وقتی همه دوستاش به مهمانی می رفتند، اون کوله پشتیشو بر می داشت و به دل جنگل های بکر اطراف شهر پناه می برد. میدونی اون واقعا عاشق ماجراجویی بود، اما این بار مقصدش نقطه ای ناشناس بود، منطقه‌ای که حتی در گوگل مپ هم علامتی نداشت. مردم محلی به اونجا خاکستری کوه می گفتند و هیچ کس به اونجا نمی رفت. هوا نزدیک غروب بود. لوکاس به خانه عجیبی برخورد که این خونه بناهای چوبی با سقف شیرونی کاملا سالم داشت، ولی رها شده بود. یعنی بیش از حد ساکت بود. صدایی نمی اومد، حتی صدای پرنده ها یا وزش باد. کنجکاوی لوکاس بر ترسش غلبه کرد و در رو هل داد، ولی هیچ صدایی از اون در نمی اومد. داخل خونه همه چیز مرتب بود، وسایل سر جای خودشون بودن، انگار همین دیروز کسی اونجا زندگی میکرده. یه دفترچه یادداشت مرموز روی میز بود. لوکاس اون رو باز کرد و صفحه اول اون فقط یک جمله نوشته بود: وقتی زمزمه ها رو میشنوی که دیگه دیر شده. لوکاس لبخند زد و فکر کرد شاید یه شوخی مسخره است، اما خیلی زود صداها شروع به شنیده شدن کردن. زمزمه های آروم درست پشت سرش، بدون هیچ منبعی. کلمات قابل تشخیص نبودن، ولی لحنشون التماس آمیز بود. انگار چیزی در اونجا گیر افتاده بود یا داشت بیدار میشد. چراغ‌ها شروع به چشمک زدن کردن. لوکاس خواست که در رو باز کنه، اما در قفل شده بود. با تمام زورش در رو کشید، اما حتی یه تکونه کوچیک هم نخورد. صداها بلندتر شدن و حالا میگفتن ما به بدن تو نیاز داریم. آینه‌ای بزرگ کنار سالن بود. لوکاس به اون نگاه کرد و دید خودش نیست که اونجا وایستاده، بلکه موجودی خاکستری با چشمان بی انتها و لبخندی مرموزانه داخل آینه به او زل زده بود. اون موجود دستشو بالا آورد و از پشت آینه بیرون اومد. لوکاس دیگه نمیتونست فریاد بزنه، انگار صداش از او گرفته شده بود. آخرین چیزی که دید چهره خودش بود. حالا اون گیر افتاده بود پشت آینه و خونه در آرامش منتظر قربانی بعدی شده بود. حالا 2 روز از ناپدید شدن لوکاس گذشته. تلفنش خاموشه و هیچ ردی از اون در شبکه‌های اجتماعی نیست و حتی چادر و وسایل کمپش هم پیدا نمی‌شد. اما کسی بود که از فکر کردن به لوکاس دست بر نداشته بود. دیوید، دوست قدیمیش. لوکاس همیشه در سفرهاش با دیوید تماس می‌گرفت، ولی این بار هیچ خبری نبود. دیوید آخرین لوکیشن ارسال شده از لوکاس رو در گوشیش چک کرد. جایی وسط یه جنگل ناشناس. اسمش حتی روی نقشه هم نبود. شنیده بود اونجا خونه ای است که هیچ کس جرأت ورود به اون رو نداره. دیوید که خودش به تنهایی جرأت نمی‌کرد به اونجا بره، به تنها کسی که احتمال میداد در چنین شرایطی بتونه کمکش کنه مراجعه کرد. اون شخص پدر متیاس بود که گفته میشد سابقه‌ای در مقابله با نیروهای ماورایی داره. بعد از اینکه دیوید قضیه رو به پدر متیاس توضیح داد، با هم به دل جنگل زدن و هر چی جلوتر میرفتند هوا سنگین تر میشد. حتی حیوانات هم دیده نمیشدند که در نهایت
خانه پدیدار شد. همونطور که لوکاس دیده بود، اون خونه کاملا ساکت و انگار زمان برای اونجا نگذشته بود. دیوید میخواست وارد خونه بشه، اما پدر متیاس بازویش را محکم گرفت و گفت هرگز با خشم وارد خونه شیطان نشو. با ایمان وارد شو. پدر متیاس به زبان لاتین دعا میخوند و وقتی در رو باز کردند بوی خاک سوخته و سردی مرگ صورتشون رو لمس کرد. داخل خونه هوا بسیار سنگین بود و زمزمه ها مثل نفس کشیدن موجودی پیر توی دیواره ها پیچیده بودن. روی آینه بزرگ قطراتی از خون خوش شده پخش شده بود و تصویر لوکاس زنده اما گرفتار پشت شیشه بود. متیاس شروع به برگزاری یک آینی کرد که ترکیبی از دعا و شعله بخور بود. آینه می لرزید. چهره های عجیب و تاریک از داخل آینه بیرون می زدن و نعره می کشیدند، ولی متیاس عقب نمی کشید. دستش رو بالا گرفت و فریاد زد ای روح پاک، از این ظلمت برخیز و به نوری که از آن اومدی برگرد. ناگهان نور شدیدی از آینه بیرون اومد. صدای شکستن شیشه، فریاد، وحشت و بعد سکوت. لوکاس با چشمانی قرمز و چهره خسته روی زمین افتاد. به سختی نفس میکشید، ولی زنده بود. دیوید به طرفش دوید. لوکاس نگاهی به اطراف انداخت و تنها جمله‌ای که تونست بگه این بود اونجا زنده است، هنوز زنده است، دارم میبینمش. پدر متیاس با آرامی گفت این فقط یک نبرد بود، نه پایان جنگ. و حالا خونه برای اولین بار در دهه‌ها ساکت موند و در اعماق دیواره های چوبی اون خونه زمزمه خفه‌ای شنیده میشد. ما باز خواهیم گشت. میتونم بگم این داستان واقعا داستان نبود، این واقعیت بود. شایدم یه هشدار. اگه این داستان برای ترسناک بود تو کامنت بنویس که کجاش بیشتر تو رو به ترس آورد. یادتم نره که سابسکرایب کنی، چون ترسناک ترین داستان ها تو راهه.